میخوایم امروز تست و تعمیر دستگاه CH650 مارک سیتیزن رو به شما آموزش بدیم. قبل از هر کاری از سالم بودن باتری‌های خودمون مطمئن باید باشیم و از باتری‌های نو استفاده کنیم. روش گذاشتنش توی شکل توضیح داده شده. باتری رو جاساز می‌کنیم. دستگاه رو باز می‌کنیم. اول دور مچ خود دست خودمون می‌بندیم. دستگاه رو دور مچ دستمون می‌بندیم طبق اون ضوابطی که داره. یه بند انگشت تقریبا پایین‌تر، برای اینکه می‌خوایم مثل یه آدم معمولی فشار خودمون رو بگیریم. شکل کارکرد این دستگاه به این شکله که اول پمپاژ میکنه تا عدد 13 14 بعد ارور دور نشون میده. وقتی که این مشکل پیش میاد، این دستگاه توی قسمت بادرسانی و موتورش دچار مشکل شد. دستگاه رو باز میکنیم. برای این کار پیشگوشی 4 سوی کوچیک، یک پنس احتیاج داریم. پلم این قسمت رو باز میکنیم. خلاف عقربه‌های ساعت پیچو باز کردیم. یه گوشه‌ای میذاریم که گم نشه. باتریا رو ازش خارج میکنیم. این قسمت رو با فشار دست خار رو به بیرون میکشیم، فشار میدیم تا دستگاه باز بشه. دستگاه باز میشه. توی این قسمت یه پیچی هست، خلاف عقربه‌های ساعت باز میشه. برای اینکه دستگاه ثابت وایسه و ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم باید کافو باز بکنیم، چون بیشترین قسمت فشار روی این قسمته، ثابت بمونه. اگه بسته باشه دستگاه برمیگرده، امکان داره وسط کار ایراد پیدا بکنه. بعد LCD رو باز میکنیم و با انگشتمون نگهش میداریم پاره نشه، این به صورت کاغذیه. بعد با پنس موتور دستگاه رو خارج میکنیم. این شلنگ رو با لبه پنس جداش میکنیم. موتور رو خارج میکنیم، بیرون نمیاریمش، تو این قسمت نگهش میداریم. چون این موتوریه که خرابه، هویه رو زیاد روش بگیری مشکلی ایجاد نمیکنه. موتور جدید یه قطب مثبت اینجا داره که دیده میشه، قطب مثبت دستگاه است که این سیم قرمز رنگ وصل میشه بهش. قطب مثبت، سیم قرمز رنگ. مثبت منفی، دور تا دور این چسب میزنیم خیلی آروم. حواسمون باشه که دریچه دستگاه این قسمت چسب وارد نشه. بعد سر لوله رو باز میکنیم، خیلی آرومی موتور رو جا میزنیم. LCD رو آروم برمیگردونیم، سر جاش میذاریم. دو سایز پیچ داریم ما الان، یه پیچ باریکتر، یه پیچ پهن‌تر. پیچ باریک برای این قسمت دستگاه است. پیچ رو سر جاش میذاریم. قبل از اینکه دستگاه رو ببندیم باید یه بار تستش بکنیم مجدد که ببینیم مشکل برطرف شد یا نه. دستگاه رو خاموش میکنیم، باتریا رو خارج میکنیم. بدنه اصلی دستگاه رو به این دوتا خار توجه میکنیم. دستگاه رو به این شکل به این دوتا خار برمیگردونیم.
فشار میدیم، بعد پیچ بزرگتر رو سر جاش میذاریم.